قسمی دویومی برنامه. اکای علیم، شما در همون مقالاتون گفتید که یک نظری عجیب در موردی یعنی راه ندادن سید جعفر عثمانوف و این یعنی و سبقت همین انتخابات. شما چی دلیل دارید برای این گفته؟ اول این گفتید که مشکلی حرف بود که مثلا امالی رحمان در وارد شدن سید جعفر عثمانوف در مابین می اومدی، در حالی که خود امالی رحمان میخواست که یا اول باشد یا در اخیر باشد. یعنی تو این حد اینها خوردگیر شدگی هستند. ببینید در فرض در دنیا اگر در انتخابات فرض کردیم نامزد به وکیلی شوی و طبیعی است که نه همه شهروندان تو را میشناسند، نه همه انتخاب کنندگان. امین حدود 10% امین موقع جایگیر شوی نامت هم حل میکند برای اونهایی که در جریان سیاست نیستند. و در تجربه خودم در نامزدی امین خیلی بود که در یک انتخابات نام من باید آخرا می اومد و رقیبم هم باشه بود و نام او باید پیش از من می اومد، لیکن اینا همین خیل کردن که نام او را به آخر پرداختن و این هم و برای مردم همین خیل کردن. حاضر در تمام یگان حزبی رو به قید نمیگیرن در تاجیکستان اگر نام او در روی خط حزبی بعد از حزب خلقی دموکراتی بیاید. یعنی شما به همین نظر که تو این حد خوردگیری میکنه؟ تو این حد رحمانوف نمیتواند که در مابین جای گیرد، یعنی او نمیتواند یکی از دیگرها باشد، او نمیتواند یکی از همگان باشد، او باید فرق شود و همین یکی همون نامش در همون شاید از ابتدا اگر همین خیل نمی بود فرض کردیم این انتخابات اول پرزیدنتی میشد یا نمیدونم انتخابات چندم یکمین انتخابات الٹرناتیوی میشد و فامیل کسی از قفا اومد از پیش آمد شاید خوردگیری نمیشد. لیکن عذر که مردک چی در حزب چی در روی خط حزبی چی در نامزدی به مقام پرزیدنتی نامش از دیگرها فرق می شود و هرگز به این اجازت نخواهد داد. برای همین سید جعفر بود اسمانوف او دافع بود اسمانوف نامش پیشتر در مابین غلطی این دافع شد عثمان زاده نامش آمد بعد رحمانوف باید از قید نمیذارم امضا را یگان نفر جمع کرد خود رحمانوف هم جمع نکرد لیکن نامزدی همه را گذاروندم به جز عثمان زاده. یعنی همین خیلی بله برادر شراف‌الدین راضی هستید به این نظر؟ و پیش از این که برادر شراف‌الدین بگید من همین گفتنی هستم که یعنی خود امالی رحمان هم در همون صحبت‌های رئیس‌های حزب پیش همون در تبلیغات پیش از انتخاباتی هم شرکت نمی‌کند. بله شراف‌الدین نمی‌شنوم. ببینید من یک چیز دیگر رو در اینجا قید میکنم. وقتی که 5 نامزد در تاجیکستان البته امضا جمع بری میکنند خودی علاقه در همین جمع بردن امضاها سالهای خیلی زیاد رو به بار می‌برد. شما فکر کنید که همین 5 نامزد امضا جمع کردن 1,250,000 شهروند تاجیکستان را تشکیل کرد و در آخر آمدن همگی حدودی 300,000 همین نامزدهایی که مثلا 1,000,000 شهروندان یا که با آنها رای داده در آخر آمدن همین 1,000,000 شهروندان و امام علی رحمانوف 700,000 فکر خودش را تغییر داد. این امکان ندارد. شاید امکان دارد که 5% 10% آن
نفران رای خودشون رو تغییر دهند، اما امکان ندارد که 70% مردم فکر خودشون رو تغییر بدن از نامزدهایی که بله برایشان دوستداری کردن از آنها دست کشند. در این جا وقتی که عثمان زاده هم در اینجا اضافه میشه، 1,250,000 میشه. من همین 1,250,000 و شما فکر کنید که آنها گیرنده بیان که همین قریب به 300,000 آمدن و حزب‌های دیگر رای دادن و کلاً به 1,000,000 از فکر و عقیده خودش به سبب که امام علی رحمان فکرهای بسیار نوی جالب پیشنهاد کرد و در رقابت‌ها رفت، برنامه‌اش با مردم در دبات‌ها اشتراک کرد و مغلوب کرد رقیبان خودش رو در دبات‌ها، برنامه بهترین خودش رو برای مردم پیشنهاد کرد. رفت با مردم در خانه‌های مردم مردم رو گفت که چگونه شما نان رو پزید، چگونه تذابک کنید و چگونه خوراک رو پزید. این نمیتوانست که با همه این برنامه‌های خودش 1,000,000 فکری مردم رو تغییر داد. این علاقه خودش نشان میداد که اینجا از حد در اینجا از حد گذراندگی اینا به فکر کردن که این با بیشتری بد میشود. یکی از این لحاظ به نظر من. البته در اینجا دیگر چیزها را هم باید که به نظر بگیریم. اما همون وقتی که آغاز پاندمی در تاجیکستان شده بود، در آنجا یک خبر من در یک اینترویوش کار کرده بود که حالا در تاجیکستان وضعیت یک فوق‌العاده اعلام کنند و حالا همون وضعیت همین فوق‌العاده رو راهبریش رو خودی سیمون یتیم به عهده گرفت. همین خودش یک پیامی بود برای رحمان و شاید سبب همین راه ندادن این سجافت نیست. در همین جا یک نقطه رو برای رحمان، یک سال رو برای رحمان رو گذاشت. من فکر میکنم که تا جای شاید آنها تحلیل کردن، تا جایی که شاید چیزی رو میدونستن و اجازه ندادن که همین نامزد و راه یابد و خودی سبقت این. بسیار خوب. اکا علیم تشکر. اکا علیم، من شما که عضوی ارشدی حزب سوسیال دموکرات بودید در وقتی که در تاجیکستان بودید، حالا مثلا به نظر شما اگر حزب سوسیال دموکرات برابری رحمت الله ظاهرو اگر تحریم نمیکرد همین انتخابات را هم با سبقت انتخاباتی اون را راه میدادن؟ یکم من هنوزم عضو حزب سوسیال دموکرات یک خواهش میکنم از برادران مهمانان که کمتر سریعتر جواب بدین برای که وقتم یکم من اولا هم عضو حزب سوسیال دموکرات هستم، نوابسته از اون که در تاجیکستان نیستم. و دوم این سوال خیلی پاسخی این برنامه علاوه باید باشد، لیکن سعی میکنم کوتاه و این سوال جواب. وقتی که ما در باره حزب دموکراتی گپ زدیم، حزب سوسیال دموکرات با اون چیزی که چی میگم رسورس هایی که امروز ما رسورس های جامعه مدنی که امروز ما در تاجیکستان داریم، حزب سوسیال دموکرات یا کدام حزب نباشد اصلا شرکت کردن در انتخابات اصلا معنایش رو گم میکرد و در این حالت حتی اونها حتی اگر امضا هم جمع می آوردن. شما موافق البته یگانه تصمیم منطقیه که در این شرایط امکان پذیر بود حزب سوسیال دموکرات همون تصمیم رو گرفت. بسیار خوب. برادر شرف‌الدین، به نظر شما مثلا در همین انتخابات گذشت بعضی مثلا دیگر شاید از در
طول همین تاریخ تاجیکستان که در مثلا در زمان امامی رحمان هیچ اصلا انتخابات آزاد انجام نیافت، برگزار نشد، ولی بر عوض همین نسبتا این یکی از خاموشترین انتخابات بود. یعنی بسیار یک انتخاباتی بسیار خنک، سرد و بدون هیچ چیزی. یگانه چیزی که داشت این همون فراموز ارگشت بود که حالا اینم سوالم با کلی من برمیگیم، ولی حالا برادر شرافالدین شما یعنی چی نقطه های خوبه هرچند خودی مثلا مطرح کرد خود پیشبری ارگشت و از نگاه قانون اجازت نبود یا اینکه حقی چنین خود پیشبری را نداشت، ولی اون خودش رو مطرح کرد و پیشنهاد کرد. نظر شما این یعنی همین یگانه اینتگری که در همین انتخابات رخ داد چی خوبی های داشت به نظر؟ بو بیداد وقتی که خود آغاز انتخابات و ترتیبان از تعریف و تصویر رحمان صحبت میکند و اون رو شخص تعریف میکند، علاقه این تریدهی بود میرفت و این نشان میدهد که اون رقیبان خواهش قدرت رو به دست گرفتن ندارد و اشتراک در یک مسخره بازی و این رو جامعه هم با این یک گوی مسخره آمیز داشت و همچون این رو انتخابات قبول نکرد، چون از نگاه و اموز سندرهای انتخابات هیچ موافق نبود و یگانه اون چیزی که پیامی اگر درست‌تر بگیم، چون خودی فراموز یک شخصی جوانی بسیار دانا و حقوق‌شناسی بسیار خوب است و می‌دانست که نمی‌تواند با در این انتخابات شرکت ورزد، چون قانون برایش اجازه نمی‌دهد. قانون انتخاباتی که غیر کنستیتوشنی است اجازه نمی‌دهد، اما یک پیامی به جامعه فرستاد که یعنی در این تاجیکستان نفرانی هستند که می‌خواهند نامزدی خودشون رو پیشنهاد کنند. این طور نیست که غیر رحمانوف دیگر در این تاجیکستان مرد نیست یا غیر از رحمانوف در این تاجیکستان دیگر شیر نیست، دیگر همه شغال هستند. اون نشان داد که در این تاجیکستان شیران هم هستند. یعنی این یک جوانمردی و یک پیامی به جامعه فرستاد که نه، با وجود این همه سرکوبگرایی، با وجود این همه ظلم و ستم، شیرمردانی هستند که برای جامعه پیام میفرستند که غیر رحمانوف این جوانمردان نیز هستند. سلامت باشید. بله. بود همین بود در این دیگه چیزی نبود. تشکر برادر شرافالدین. اکا علیم، شما درباره همین خودپیشبری برادر شهروند فراموز ارگشت صحبت ها کردید، نوشتید و نظرها دادید. خیلی که برادر شرافالدین گفتن که اون میدونست که اجازتش نمیده، پس چرا اون اقدام کرد به خودپیشبری؟ خب شایدم من البته نمیدونم تو خیر انگیزش رو، ولی منم رنگ شرافالدین مطمئنم که او با خبر بود از قانون و میدونست که این قانون به کی اجازت پیشبری داده، لیکن شرکت او یعنی تشبثی که او از خود نشان داد البته که در آینده با خلق و ملت خدمت خیلی ارزنده کرد و من مطمئنم که قانون درباره انتخابات پرزیدنت که با همین خودپیشبریش این قانون تغییر میخورد، چون این قانون از در وقت بعد کنستیتوسیون سال 94 در سال 94 قبول شد. در سال 99 که ما کنستیتوسیون رو اصلا قریب که پورا و تغییر دادیم، چون دو انستیتوت نو، انستیتوت پارلمنتی چی میگن کسمی نو پیدا شد، دو پالات پارلمنت پیدا شد، همه این و در همون جا باید تمام قانونهای کنستیتوسیونی از نو قبول می شدن، بجز همین قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیگر همه قانونهای کنستیتوسیونی از نو قبول شدن
8 یا 9 قانون کنستیتوسیونی ما داریم، همه‌شون تغییر خوردن در سال 99 بجز قانون درباره انتخابات پرزیدنت که هنوز هم از سال 94 به این سو تغییر نخورده است. اون دوره اگر ما یک اتفاقای کسبه داشتیم به اونو عقیل پیشبری بود، حداقل 2 اتفاق کسبه ما داریم در تاجیکستان. از چه سبب باشد که یکیش اتفاقای کسبه مستقل نام دارد، یعنی دیگرش و واقعا مستقل هستند. و یعنی اینه که سابق شوروی این تاسیس داد، این یک اتفاق کسبه او گویا یک اتفاق کسبه خودجوش، در اصل او هم مستقل نیست. و ببینید اتفاق جوانان رو اجازه دادن. خب پس بیایید دیگر تشکیلات های جمعیتی، اون ساعت ما در تاجیکستان تشکیلات های جمعیتی دیگر نداشتیم، همین تشکیلات های جمعیتی بودن. سابق کمسمول شد و چیز جوانان چی بود، اتفاق جوانان و اتفاقای کسبه، دیگر تشکیلات های جمعیتی ما نداشتیم. با همین 2 تشکیلات جمعیتی در قطار حزب‌های سیاسی حقوق پیشبری دادن. خب بعد 95 ما یک قیامت تشکیلات های جمعیتی داریم، از همین چیز اوانگاردو سر کرده تو فرض کردیم دیگر اتفاق نویسندگان و اتفاق ژورنالیستان و همه اینا را حقوق دادن در کار که پیشبری کنند. چرا قانون در انا فراموز آمد از همین کمبودی با خبر کرد. یک چیز به شما میگم، ما که در انتخابات های پارلمانتی شرکت میکردیم و در ابتدا که همین گروپولی 49% هم آواز میگرفتی، گروپولیت میسوخت. او سال مرا 35% آواز ها به من چی کردن، یعنی تصدیق کردن که 35% گرفتم، لیکن مبلغ ها رو برنگردوندم. با مبارزه که ما بردیم و با همون دعواهایی که ما داشتیم، اخیراً حاضر 10% آواز گیرد نامزدی به وکیلی مردمی، از 10% زیاد گیرد پولش برگردانده میتین. این هم خیلی چیز نظررس است، دستاورد نظررس است. و علاوه خود پیشبر، همه خود پیشبرها به مجلس نمایندگان گروپولی نمیسپورند که در ابتدا چنین نبود. تو از همین کمبودی ها هشدار ندادیم، این کمبودی ها اصلاح نشدن. و در این انتخابات فراموز یگانه نفر بود که به کمبودی اشاره کرد و مطمئنم که این کمبودی اصلاح می شود و قانون، یگانه قانون کنستیتوسیونی تغییر میکنه. برادر شرفدین دیدید که خیلی میگه که اتفاقای کسبه و اینهایی که هستن از زمان شوروی هست، ولی در کشورهای دموکراتی یا نیم دموکراتی، حتی در پاکستان، در هندوستان، در کی دموکراتی هست هندوستان یا دیگر کشورها میبینیم که اتفاقهای کسبه یا اتفاقهای کارگری میگن، در عربی النقابه میگن، در انگلیسی یونینز میگن، فرانسه در همه خیلی فعال هستند. این یکی از نهادهای قوی جامعه شهروندی هستند. ولی در تاجیکستان همین چه خیلی کار میکنه؟ به نظرتون چه خیلی است که در حالی که میگن که در انتخابات یعنی ببینید اصلا برای خود نظام امامعلی رحمان داشتن چنین اتفاقهای مستقل خطر آور است، برای آنی که وقتی که این اتفاقات تاسیس می‌یابند و مستقل هستند، آنها وابستگی به حکومت ندارند. البته آنها فکر و عقیده خودشان را روشن وابسته به منفعت‌های مردم و جامعه اظهار می‌دارند. البته وقتی که در اینجا
اظهار نظر آنها، فکر عقیده آنها، پیشنهادهای آنها و منشأت‌های خانواده برخورد می‌خورد، آنها هیچ وقت اینها را همچون مستقل نمی‌گذارند و تشکیل یافتن چنین سازمان‌های زیاد نیست و فایده آنها نیست و به منشأت‌های آنها ضربه می‌زند. به این خاطر آنها نمی‌گذارند که در تاجیکستان چنین اتفاق‌های مستقل به وجود بیاید و جامعه شهروندی مستحکم شود. با مستحکم شدن جامعه شهروندی هیچ حکومت دیکتاتوری دیر نمی‌پاید. این در تجربه بسیار دولت‌ها بوده. چیزی که اکای علیم یک نقطه را قید کردن، من با این روزی نیستم که با این عملکرد فراموز در مسئله تغییر می‌یابد قانون در مسئله پیشبری شخصان علاوه به نامزدی پرزیدنت، چون در خود تاجیکستان هیچگاه با بودن همین نظام این قانون تغییر نمی‌یابد و این قانون دل خوش است امروز اگر نامزدی خودش را همچون انتخاب شخصی مستقل پیشنهاد کند البته برنده می‌شود. و این خاطر آنها برمی‌کنند و این شرایط را برای با وجود آمدن رقابت هیچگاه نمی‌گذارند. به نظرم که برادر شرافدین، به نظرم که علیم در این نظر بود که یعنی این یعنی یک ملاحظه، یک توجه به همین ضعف‌ها، کمبودی‌ها در قانون انتخابات تقدیم کرد. که علیم نظر شما چی است که برادر شرافدین گفت که من مخالف چنین فکر شما است؟ خب من نگفتم که قانون به نفع مردم می شود، لیکن قانون به سرقانون، من نگفتم که قانون چی می شود یعنی به نفع مردم می شود، لیکن قانون به سرقانون مطابق می شود. یعنی اون احمقیه که در این قانون است در همین وقت حکومت رحمان در همین وقت حکومت رحمان، چون این قانون ضد کانستیتوچه است، چون که همون کانستیتوچه سرقانون جمهوری تاجیکستان باید در سال 99 همین قانون کانستیتوشنی درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تغییر میخورد و یا دیگر تشکیلات های جمعیتی هم حق پیشبری رو پیدا میکردن یا این دو تشکیلات جمعیتی هم حق پیشبری رو از دست میدادن. دو تشکیلات جمعیتی از قریب 3000 یا زیادتر تشکیلات های جمعیتی در تاجیکستان هستند، دو تشکیلات جمعیتی حق پیشبری نامزد را دارد و این فقط همینش کمبودی نیست و اونجا کمبودی ها زیادتر هستند. و از همین خاطر من گفته استادم که مجبور میشن قانون رو تغییر دهند و مجبور میشن که اون رو با کانستیتوچه موافق کنند و باید بگویم که کانستیتوچه ما از همه بدترین کانستیتوچه نیست، کاش که تمام قانون ها به اون مطابق کرده شوند و این خود یک پیشروی است. ما با آخری برنامه رسیده ایستادیم دوستای گرامی. شرافدین چیزی گفتنی بدید بفرمایید. ببینید بعضی قانون‌هایی که ما در تاجیکستان قبول کرده هستیم از نگاهی از یک نگاه خیلی دموکراتی هستند، ولی عملی و تطبیق شوی اون قانون‌ها خیلی مشکل هستند. اصلا در خود قانون مهم نیست، خود قانون‌ها بسیار مفهوم مهم داره، اما در تطبیق شوی آنها به طور دیگر یا اینکه عموما به منشأت یک گروه و یک شخصان علاقه تطبیق میشه. بسیار خوب. حالا به اخیر برنامه رسیده ایستادیم دوستان گرامی بینندگان ارجمند. سوال اخیرون من از اکای علیم شیرزمان و فهمین است و بعد سوال دیگرم به برادر شرافدین میدیم. حالا سوال اکای علیم، شما در صحبتون یک گفتین که مردم تاجیک مثل مردم بلاروس و ارمنیا در سالهای نزدیک نمیخیزد، قیام نمیکند، در حالی که شما در حالی که پیمان ملی که شما معاونش هستید مردم رو به قیام مردمی دعوت میکند. اینجا یگان تناقض نمیبینید مردم همین تناقض یا ضد و نقیض بین گفتار شما و موقف پیمان ملی را خیلی بفهمید؟ شما کمک اونجا اشتباه فهمیدید.
من گفتم بر اثر امین انتخابات، یعنی با نتیجه امین انتخابات، چون بسیار کارشناسان گفتن که خوب میشد اگر شما تعیین نمیکردید، یگان نامزد پیشنهاد میکردید و یک بر اساس امین در نتیجه امین انتخابات تقلب شده خیزش مردمی رو به وجود می آورده. من گفتم که در شرایط تاجیکستان و با همین واقعیت های تاجیکستان خیزش در تاجیکستان نه بر اثر تقلب در انتخابات می شود رنگ بلاروسی و ارمنستان، بلکه خیزش در تاجیکستان، من گفتم اونجا که در تاجیکستان شرایط خیلی قلایتر بر بلاروس است برای خیزش و از امکان دور نیست. ولی ما جنگ شهروندی داریم که ما جنگ شهروندی داریم که تجربه خیلی منفی دارد. حاضر کودکایی که به وایه رسیدند و فقط رحمانوف در تلویزیون دیدند بلاروس نه ارمنیا چنین تجربه تلخ نداشتن که انا اون تجربه تلخ داشتگی و اکثرش مردند. یک چند نفر دیگر سرگردان در دنیا هستیم، لیکن اون جوانایی که این روز 30 ساله شدند اونا این جنگ ندیدند. دویم یک عمر نمی شود با ترس و هراس مردم نگاه داشتن و این مردم یک روز می خیزد و من گفتم که در تاجیکستان خیزش در تاجیکستان قانونی در تاجیکستان رحمانوف یک عمره قانون درباره پیشوای ملت از روی قانون پس آرام بشینیم در همینجا و قانون درباره پیشوای ملت داریم. ما دیگر چی جنگ داریم؟ قانونی نمیشود و فقط او هم قانونی است، او غیر قانونی نیست. همین کنستیتوسیون تاجیکستان خودش به ما حق میدهد، البته بلکه وظیفه دار میکند که کسی که غصب حاکمیت کرده است ملت باید او را سرنگون کند. کسی که غصب حاکمیت کرده است سنگین ترین جنایت قانونی غصب حاکمیت کرده 100% غصب حاکمیت 100% خود همین قانون درباره پیشوای ملت، خود همین 28 سال در سر قدرت بودن، همه قدم به قدم اگر گیرید این غصب قدرت است و ملت حق دارد که غاصب رو از کشور دور اندازد. از گردن چند سال بعد همین خیزش مردمی صورت میگیره؟ خیلی تیزتر از آنه که گمان داریم. بسیار خوب. برادر شراف‌الدین، شما در صحبتان در همین بحثی که بود همینجا شما هم چند بار با گفتین که خیزش مردمی و قیام مردمی احتمال داره در تاجیکستان. شما چی دلیل دارید برای این گفتتان؟ یعنی دلیلی واقعی که مردم تاجیک مثلا خیلی گفتیم مردم بلاروس، ارمنستان تجربه تلخ جنگ شهروندی نداشتن و مردم خیزش کردن، ولی در تاجیکستان شما چی دلیل دارید که مردم اون تجربه تلخ رو فراموش میکنند و مردم قیام میکنند؟ ببینید من 35 ساله جوان هستم. وقتی که 7 ساله بودم رحمانوف به سر قدرت آمد و حاکمیت مردم رو دست کرد و این طوری که خودم رو میبینم تنها عکس‌های رحمانوف رو میبینم و من فکر میکنم که مردم ملت از این عکس‌های رحمانوف از خود رحمانوف خسته شدن و هر نفری که اگر شکلات هم باشد زیادش در بد انسان میزنم اگر شکلات هم. اما در این 29 سالی که رحمانوف اداره حکومت رو در دست دارد زندگی مردم بهتر نشد، بدتر شد و حالا دارد ما در یک حالت بسیار شرایطی بد قرار داریم که تمام اقتصاد در دست اینها قرار گرفته است. آنها برای مردم امکانیت تجارت کردن، زندگی کردن، امکانیت آزاد زیستن را ندارند و اعتقاد مردم دست درازی کردن، حقوق مردم را محدود کردن. هر روز انسان‌ها را بیگناه می‌کشند. یک نفر از روسیه میآید، یک
یک ماشین میخرد و کارمندای مقامات قدرتی چشم به ماشین این نفر میدودند تا کشیدن از دست این نفر ماشین نفر را گرفتن. یک نفر به خانوادهش میآید یک $2,000 دارد، این را برده در تاجیکستان محکم میکنن، یک روز که اما $2,000 کشیده گیرند. یعنی که در چنین ظلم و ستم به درجه بالا رسیده است که من فکر میکنم که همه مردم و ملت از این ظلم و ستم‌های رحمانو با خبر شده هستند و آنها دیگر فکر نمیکنم تحمل این را داشته باشند و خود آگاهی مردم و فعال شدن مردم در شبکه‌های اجتماعی و در بازارها در بسیار جاها علاقه آشکار این در این اون مورد بحث کردن، صحبت کردن و بسیار منفی دیدن فعالیت پرزیدنت رو خود خانواده رحمانوف رو در حکومت این علاقه خودش نشانه‌ها از کشهای مردمی کرد و این بسیار نزدیک است که چگونه که اگر اون چیزی که ما فکر درباره اون و اون چیزی که در تاجیکستان میگذرد اون و مثل فکر میکنم که بلاروس میگذرد اون بسیار کوتاه میگذرد، چون مردم ما میدونند که باید خیست یک مرتبه میخیزند اون رو دیگر به مثل بلاروس مثل یک هفته و 2 ماه و 1 ماه 3 ماه نمیکشند. اینا زود اگر مردم تاجیک خیزد و دست و پنجه‌اش رو خوب آموده میکند و یک بار میخیزد، یک دفعه میگیرد و یک دفعه میزند. تشکر برادر شرافدین، تشکر از شما که علیم، از هر دو مهمانان تشکر میگویم برای این صحبت خوبشان و بینندگان گرامی هموطنان عزیز در این روز سختی که تمام جهان قرار دارد دست پنجه با این ویروس نرم میکند، در این روز برای شما برای شما آرزوی سلامتی و صحتمندی میکنیم و دعاگو هستیم که خداوند ما را یک کشوری آباد، آزاد، دموکراتی، یک کشوری که در اون کرامت انسانی وجود داشته باشد، آزاد باشیم، صاحب احترام باشیم و ملت پراکنده نباشد. اون روز انشاءالله امیدواریم که به اون روز نصیبمون بگرداند و یک بار دیگر سلامت باشید، آباد باشید. از مهمان عزیز گرامی استاد علیم شیخ‌زمانوف، هم رئیسی انجمن آزاداندیشان تاجیک و از برادر عزیز گرامی برادر شرافالدین گدایف، رئیسی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان که هر دو میده هستند، تشکر میگویم که وقت خود را برای ما دادند و با ما و شما در اینجا شرکت کردند و فکر و نظرهای خود را گفتند. شاد و موفق باشید. تا باز